میخواستم تو این ویدیو امروز بهتون توضیح بدم که اگر میخوای زندگی مثلا بهتر باشه اینجور چیزا رو فالو بکن که بتونی بیشتر بتونی پروگرس بکنی. و اولین چیزی که میخوام تو این ویدیو بهتون یاد بدم اینه که اول یه کاغذ بردار، یه کاغذ ساده، بعدش اینو خودکار. و اولین کاری که میخوام بکنی اینه که فقط توش بنویس مثلا یه روزی که خیلی خوبه و کاملا پرفکت بوده مثلا چجوری واسه شما میگذره. پس مثلا بگیم یه پرفکت دی واسه شما اینه که wake up at 8 a.m. بعدش مثلا do this project یا مثلا یه چیزی و تو اون ورق بنویس همه چیزایی که میخوای انجام بدی تو یه روز. بعدش صبر کن تا شب، بعدش که شب شدهش اون کاغذ رو نگاه کن، ببین من چی این روز کردم که این ورق رو فالو کرد و ببین من چیزای اضافه کردم که مثلا خیلی مجبور نبودم بکنم، ولی آخر روز که مثلا اگر 10 دقیقه روی تیک تاک بشینی سکرول بکنی خیلی مثلا مسئله بزرگ نیستش، واسه اینکه تو 10 ساعت چقدر کار بکنی بالاخره خسته میشی دیگه، بالاخره میخوام مثلا یه تفریح بکنی. ولی اگه واقعا میخوای سکسسفول باشی باید مثلا تفریح رو مثلا فکر کن ورک اینجاست و مثلا تفریح هم اینجاست، خیلی کار میکنی ولی هم مثلا بیش از حد تفریح میکنی. بعد تفریح رو مثلا از اینجا بگیریمش بیاریمش پایین مثلا تو اینجا برسه. بعدش میبینی که روزه اینجوری میگذره که بیشتر پروداکتیویتی داشتی و کمتر میبینی که مثلا چیزای بیارزش کردی، مثلا تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب. و آره این واقعا خیلی شما کمک بکنه. و چیز دوم اینه که دوم چیزی هم که خیلی کمک بکنه اینکه بتونی با یک کسی غیر از فامیلیت حرف بزنی، مثلا یه دوست دختری. پس اینکه من فکر کنم همون احساس میکنیم که وقتی با فامیل حرف میزنیم و وقتی با دوستمون حرف میزنیم مثلا یه دیفرنسی وجود داره، مثلا it doesn't really feel the same، مثلا یه ذره تغییر داره. و واسه این ما با دوستامون بیشتر حرف بزنیم. و من روزایی که اتفاقا خیلی خوب کار میکردم اون روزایی بودش که مثلا قبلش با دوستام داشتم حرف میزدم، داشتم تفریح با دوستام میکردم و اون خیلی خوب مولویر خوب میشه، موتیویتر خوب میشه که بتونی کارتون رو بهتر بکنید. مثلا این وگرنه مثلا وقتی کار میکنی واقعا کار نمیکنه، مثلا سر اینجاست و اینجوری خیلی خوب نیستش. واسه اینکه اگه وقتی کار میکنی و مثلا فکر میکنی حالا این دوست منم کجاست، چرا اون به سنگ نزدم، چرا اون موضوع رو برطرف نکردم، این فکر کارتو اذیت میکنه و آخر روز میبینی که کار اتفاقا خیلی اونجایی که مثلا میخواستی در نیاورده و این خوب نمیشه. پس آره این مرحله که تو این ویدیو اسپین کردم فالو بکن. بعدش هم
اگه فکری داشتی تو کامنت مثلا بنویس.